سلام، دوشنبه سیتی است. برنامه معرفی موضوعهای شهر دوشنبه. این بار ما مهمان خانه رادیو میشویم. اولین ایستگاه پخش برنامه‌ها در پایتخت جمهوری سال 1930 به فعالیت سر کرد و 10 اپریل همان سال رادیو تاجیک بار نخست با عباره روسی دقت اینجا استالیناباد روی موج آمد. این صدای اگریپینا رژوسکایا بود که از خانه دهقان سابق بینای تئاتر مایاکوفسکی صدا داد. از اینجاست که هر سال 10 اپریل در کشور همچون روز رادیوی تاجیک جشن گرفته می شود. نخستین ناطقان تاجیک زبان رادیو سلیمان ظاهرов و مظفره رستمова بودند. سالهای اول فعالیت خود رادیو همگی 13 کارمند داشت و با 3 زبان تاجیکی، روسی و ازبکی برنامه پخش میکرد. در سالهای جنگ بزرگ وطنی رادیوی تاجیکستان لیویتن خود را داشت. فیض‌الله عربов هر روز با صدای مرغوله‌دار خود خبرهای فرانت را به سامعان می‌رساند. هزارها تاجیکستانی محض با صدای او از وضع میدان جنگ آگاه گردیده و مهنت و مبارزه بیشتر و بلند می‌گردیدند. سال 1949 اداره برنامه‌های برون‌مرزی رادیو به فعالیت آغاز کرد. رادیو تاجیکستان یکی از نخستین رادیوهای آسیای میانگی با اداره مستقل برون‌مرزی گردید. در آخر سالهای 60 و آغاز سالهای 70 برای رادیو بینای نو بنیاد گردید و آن صاحب خانه خود شد. در کوتاه‌ترین مدت این بنا به شرافت نطاقان خوش‌آواز خود با نام آشیان بلبلان معروف گردید. سالهای گوناگون سیورای قاسیمова، برهان رحمانов، سبحان رحمتов، عبدالرشید خوجمقولov، منیره حکیمova از معروفترین نطاقان رادیو بودند. صدای استاد عینی، ابوالقاسم لاهوتی، میرزا ترسونزاده، قناعت لایق و دیگر بزرگان ملت در فوند طلایی رادیو نهفته‌اند. برنامه‌های رادیویی رادیو تئاتر، ماجرا، صحبت دوگانه‌ها، شفا و خاک وطن را باشد نسل کلانسال کشور خوب در خاطر دارند و بی‌نهایت دوست می‌داشتند. طول این سالها بینای خانه رادیو چند مراتب نوسازی شده، نمای ظاهری‌اش را تا درجه تغییر داده است. امروز خانه رادیو در میدان دوستی واقع است. 3 شبکه رادیوی تاجیکستان، رادیو آواز تاجیک، صدای دوشنبه و فرهنگ نیز در همین بنا فعالیت دارند. خیر تا سیاحت آینده.